امروز در این ویدیو به دنیایی از حق و نفوذ در سینما میریم. اگر شما هم مثل من به دنبال فیلم‌های هیجان انگیز پر از تریک و تریلر و البته داستان‌های هکرانه و نفوذی هستید، پس این ویدیو رو از دست ندید. اسنودن، یک درام بر اساس وقایع واقعی زندگی محصول سال 2016 است. این فیلم به کارگردانی استون ساخته شده. فیلم به زندگی ادوارد اسنودن، یک متخصص امنیت سایبری و روزنامه‌نگار سابق CIA و آژانس ایالات متحده می‌پردازد. داستان فیلم درباره اقدامات اسنودن که نقش بسیار مهم در فاش کردن برنامه‌های جاسوسی در ارتباط با جمع‌آوری اطلاعات شخصی مردم و نقض حقوق حریم خصوصی داشت. او تصمیم می‌گیرد برنامه‌ها و فعالیت‌های نامشروع این سازمان را فاش کند و به روزنامه‌نگاران بین‌المللی اطلاعات محرمانه‌ای را در مورد فعالیت‌های NSA اعلام کند. این اقدام او باعث ایجاد یکی از بزرگترین فاجعه‌های امنیتی در تاریخ می‌شود. فیلم اسنودن تلاش می‌کند به طور دقیق به زندگی ادوارد اسنودن پرداخته و ما را به دنیای پیچیده جاسوسی و امنیت سایبری می‌برد. فیلم با ارائه نگاهی به تصمیمات و دستاوردهای اسنودن به بحث اخلاقیات و ارزش‌های مرتبط با حفظ حقوق حریم خصوصی و امنیت اطلاعات پرداخته How is this all possible? Think of it as a Google search, except instead of searching only what people make public, we're also looking at everything they don't. I know about your conversations. What is this? Leave that there. Are they watching us? The house is bugged. By who? One man can stop the motor of the world. What was it about this job that makes it more important than your life? Snowden has been charged with espionage. You have no idea what it's like to be accountable for other people's lives. Are you going away? Who Am I؟ فیلم Who Am I یک فیلم آلمانی در ژانرهای هیجان انگیز و رازآلود است. این فیلم در سال 2014 به کارگردانی برن بوودار ساخته شده. داستان فیلم در مورد یک هکر نابغه به نام بنجامین است که با گروهی از هکرها متحد می شود. در طول فیلم بنجامین همراه با اعضای گروه هکری که در جستجوی شهرت هستند در حال انجام حملات سایبری به شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف است. او به شهرت بالقوه خود علاقه‌مند است و تصمیم می‌گیرد با نمایش قدرت خود به عنوان یک هکر مشهور شناخته شود. در این میان بنجامین عاشق آنتونیا می‌شود که نیروی پلیس در حال تحقیق در مورد فعالیت‌های هکری است. در Who Am I اصولی چون هویت دیجیتال، امنیت سایبری و اعتماد در فضای مجازی مورد بحث قرار می‌گیرد. فیلم با استفاده از الگوهای تکنولوژیک مدرن و حملات سایبری پیچیده تا حدودی به بررسی مسائل امنیتی و حقوقی در دنیای دیجیتال می‌پردازد. علاوه بر این، توجه به روابط انسانی و عاطفی بین شخصیت‌های فیلم نیز موجب ایجاد تعامل بین تکنولوژی و انسانیت می‌شود. به نظر من فیلم Who Am I یک فیلم مهیج و جذاب است که با داستان پیچیده و اجرای قوی بازیگران توانسته به خوبی هیجان و تعامل مابین فناوری و انسانیت را به تصویر بکشد. همچنین تصاویر زیبا و فضای سیاه و سفید در برخی صحنه‌ها به بیان هیجان و رمزآلودی فیلم کمک کردند. Neben der Leiche wurde das entwendete Datenmaterial des BND-Hacks gefunden. Hast du irgendwelche Daten mitgehen lassen? Ich hab's den Friends geschickt. Friends ist Teil der Russian Cybermafia. Ich wollt's euch beweisen! Wir sprechen hier von organisiertem Verbrechen. Jetzt glauben alle da draußen, dass wir das waren. Sie wissen, wer ich bin. Who Am I?
Kein System ist sicher. Sicherheit. Alle wollen Sicherheit. اسنیکرز. فیلم اسنیکرز یک فیلم هیجان انگیز و جنایی محصول سال 1992 که به کارگردانی فیل الدن رابینسون ساخته شده. این فیلم ترکیبی از عناصر جاسوسی، هکری و رمزگشایی را به تصویر می‌کشد. داستان فیلم درباره گروهی از هکرهای حرفه‌ای است که به نام اسنیکرز شناخته می‌شوند. اعضای این گروه با بازی رابرت ردفورد، سیدنی پورتیر، دیوید استراترن و ریور فنیکس هستند. آنها در زمینه تست و ارزیابی امنیت سیستم‌ها فعالیت می‌کنند. در یک وقایع عجیب، گروه اسنیکرز توسط یک مأمور دولتی به نام کوساک استخدام میشن تا یک دستگاه رمزگشایی قدرتمند را پیدا کنند. اما همچنین آنها متوجه میشوند که نقشه‌ای برای سرقت صندوق وجود دارد و زندگیشان در خطر است. فیلم اسنیکرز با اثر بخشی و روایت پیچیده‌ای به تصویر کشیده شده. داستان فیلم به خوبی جنبه‌های مختلفی از جاسوسی، رمزگشایی و تکنولوژی را پوشش میده. ترکیبی از عناصر هیجان، اکشن و کمدی در فیلم حضور دارد. بازیگران مطرحی مانند رابرت ردفورد، سیدنی پورتیر و ریور فنیکس نقش‌های قدرتمند را اجرا می‌کنند و به عمق شخصیت‌های خود می‌پردازند. به طور کل فیلم اسنیکرز یک فیلم جذاب و هیجان انگیزه که علاوه بر ارائه صحنه‌های هکری و رمزگشایی هیجان انگیز به بررسی مسائل امنیت سایبری و قدرت تکنولوژی در زندگی ما می‌پردازد. ترکیبی از بازیگران استعدادمند، داستان هیجان انگیز و تکنیک‌های سینمایی ماهرانه این فیلم را برای علاقه‌مندان به سینمای هیجان انگیز و علمی تخیلی به یک انتخاب عالی تبدیل کرد. Where is the item? Can you guarantee my safety? Martin, you've got trouble. Here, maybe this might help. An old buddy of mine who was in Desert Storm sent it to me. Of course, he was on the other side. Now give me the box, Marty! I'm an excellent marksman, woman. I'm Carl. There's a fire escape at the end of the north corridor. Go directly north, about 30 yards. 5 seconds. Hang on, fish! Hang up, they've almost got us. فیلم زنده باش یا سخت بمیر که به عنوان دای هارد 4 هم شناخته میشه، یک فیلم اکشن و هیجان انگیز محصول سال 2007. این فیلم چهارمین قسمت از مجموعه فیلم‌های دای هارده که نقش اصلی آن را جان مکلین به تصویر می‌کشه و بازیگر برجسته بروس ویلیس در آن حضور دارد. داستان فیلم درباره ماجراجویی‌های جان مکلین، یک پلیس نیویورکی سخت‌کوش و بی‌تردیده. وقتی سیستم‌های کامپیوتری کل کشور توسط یک گروه هکر قدرتمند به نام فایر سیل هدف قرار می‌گیره و شبکه‌های ارتباطی، حمل و نقل و اطلاعاتی به خطر می‌افتد، جان مکلین توسط مأمور ریاست امنیت داخلی مت پارفیت استخدام میشه تا این گروه هکر را متوقف کنه و امنیت ملی را حفظ کنه. فیلم زنده باش یا سخت بمیر با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و صحنه‌های اکشن هیجان انگیز ترکیبی از سرعت، تنش و هیجان را به تماشاگران ارائه میده. بازی بروس ویلیس در نقش جان مکلین بسیار قابل تحسین. او با شخصیت خود یک قهرمان سخت‌کوش و با استعداد را به تصویر میکشه. به طور کلی زنده باش یا سخت بمیر توسط طرفداران مجموعه فیلم‌های دای هارد و دوستداران فیلم‌های اکشن تحسین شده. اگر شما علاقه‌مند به صحنه‌های هیجان انگیز، مبارزات شدید و بازی بروس ویلیس هستید، این فیلم را حتما ببینید. What are you gonna do? I'm gonna go kill this guy and get my daughter. Or go get my daughter and kill this guy. Or kill all of them. Did you want to say something? Yippee-ki-yay, mother. The Girl with the Dragon Tattoo، فیلم دختری با خالکوبی اژدها، یک فیلم درام جنایی محصول سال 2011 است که بر اساس رمانی با همین نام اثر لارسون ساخته شده.
فیلم دختری با خالکوبی اژدها داستان دو شخصیت اصلی را روایت می‌کند. مایکل روزنامه‌نگار متخصص مبارزه با فساد و لیزبت با استعداد و متخصص در امور امنیتی رایانه‌ای که در تحقیق مربوط به پرونده گم شدن زنی به نام هاریت که 40 سال است که مفقود شده همکاری می‌کنند. داستان فیلم در زمان حال پیش می رود و به تدریج به سوابق و رازهای تاریک و پیچیده‌ای که پیرامون ناپدید شدن هاریت میچرخند نزدیک می‌شویم. طی این راه مایکل و لیزبت به یکدیگر وابسته می‌شوند و در شبکه‌های فساد و خطرناکی قرار می‌گیرند. فیلم دختری با خالکوبی اژدها توسط دیوید فینچر کارگردانی شده و به خوبی از جنایت، راز و رمزگشایی استفاده می‌کند. فیلم با شخصیت‌های قوی، فضای تاریک و معماگونه و داستان پیچیده‌ای که به خوبی به تمام جوانب زندگی اجتماعی نروژ می‌پردازد مورد توجه قرار گرفته. این فیلم از لحاظ فنی و ساختاری نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته. کارگردانی دیوید فینچر باعث شده تا فیلم به صورت هیجان انگیز و تاریک و ترسناک به تصویر کشیده شد. او از تکنیک‌های بصری متنوعی استفاده کرده، از جمله نورپردازی تیره و کنتراست بالا برای ایجاد جو اسرارآمیز و ترسناک. فیلم دختری با خالکوبی اژدها همچنین به عنوان یک تصویر ظریف از جنسیت و قدرت زنان در جامعه برجسته است. لیزبت به عنوان یک شخصیت اصلی قوی و مستقل در داستان به تصویر کشیده شده و نشان می‌دهد که زنان می‌توانند در جبهه‌های مختلف جامعه نقش‌های قدرتمندی را بازی کنند. You were here that day. A terrible day. Searching, not finding. I never found the body. Was it spontaneous? Was it calculated? Did she know something someone wished she didn't? The last time I reported on something without being absolutely sure, I lost my life savings. I need a research assistant. I know an excellent one. She did the background check on you. The what? You don't think we could hire just anyone for something like this? It's Mikhail Blomqvist. May I come in? We need to talk. Hey, who do you think you are? Put some clothes on. Get rid of your girlfriend. Can I call you Elizabeth? I want you to help me catch a killer of women. I've got absolutely no idea how they're connected to the death of a 16-year-old girl. Don't you need to look over these? I got it. It's better to look at what I am about to show you on an empty stomach. What are you doing? Reading your notes? They're encrypted. Please. Rape, torture, fire, animals, religion. Am I missing anything? The names. I may have something. Nobody likes people poking around in their lives. Everybody knows why you're here. Someone killed her. Someone on the island that day. If a woman approaches any beast and lies with it, you shall kill the woman and the beast. These people are insane. Soon you will know us all, only too well, with my apologies. وارگیمز یک فیلم آمریکایی در ژانر علمی تخیلی و هیجان انگیز است که در سال 1983 به کارگردانی جان بتهم ساخته شده. داستان فیلم درباره یک نوجوان نابغه به نام دیوید لایتمن است که به طور تصادفی به سیستم کامپیوتری نظامی به نام WOPR دسترسی پیدا می‌کند. او در حال بازی با سیستم به طور ناخواسته باعث راه‌اندازی یک شبیه سازی WOPR می‌شود. او فکر می‌کند که این بازی تنها یک بازی کامپیوتری است، اما در واقعیت نظامی‌ترین و توانمندترین سیستم هسته‌ای آمریکاست و می‌تواند که حمله هسته‌ای را به عنوان یک بازی واقعی انجام دهد. دیوید در طول فیلم به همراه دختری به نام جنیفر که علاقه‌مند به دیوید است در تلاش برای از بین بردن تهدید هسته‌ای و جلوگیری از وقوع جنگ جهانی هستند. آنها باید با کمک یک دیپلمات نظامی به نام دکتر فالکن وارد رقابت با سیستم WOPR شوند و راهی برای متوقف کردن آن پیدا کنند. فیلم وارگیمز با طرح مسائلی همچون اتمی بودن جنگ‌ها، ناسازگاری سیستم‌های کامپیوتری با انسان و مسئله اعتماد به سیستم‌های هوشمند مبارزه می‌کند. این فیلم در زمان خود بسیار نوآورانه بوده و به نمایش گذاشتن اثرات منفی و استفاده بی‌رویه از فناوری را بر جامعه برجسته کرده است. بازیگران در وارگیمز عملکرد قابل تحسینی داشتند و نوآوری و جذابیت داستان فیلم آن را به یک اثر کلاسیک و محبوب در ژانر علمی تخیلی تبدیل کرده است.
Shall we play? I have 7, correction, 8. That's 8 Redbirds. Get on the sack. Tell them to flush the bombers. Russians are still denying everything, sir. Who are you working with? Nobody. Why don't I believe you? Overday, we have Soviet missile warning. Placed under arrest pending indictment for espionage. Espionage? Confidence is high. I repeat, confidence is high. Cobra Dane, is this an exercise? Negative, this is not an exercise. Get me the president on the horn. It's still playing the game. It's gonna start a war. Close up the mouth. Is this a game or is it real? War Games. Playing soon at a theater near you. Shall